استاد در حالی که ما همه کلمه های این کتاب رو از خود کرده باشیم پس برای چی شما باز از همین کتاب تحفه میکنید؟ سوالی بعضی از شاگردان. اکنون بیایید من کم ترک درباره این کتاب معلومات میدهم. پس میفهمیم که برای چی باز من محض از همین کتاب تحفه میکنم در حالی که شاگردان همه کلمه های این کتاب رو از خود کردن. خب شروع میکنیم. کتاب 4000 Essential English Words یعنی 4000 کلمه مهمی زبان انگلیسی که در قسمت اولش 600 کلمه آورده شده است. این 600 کلمه در 30 باب قسمت شده است و هر یک باب آن دارای 20 کلمه است. باب یکم 20 کلمه آورده شده است. یک کلمه و اینچنین مناسب به همون کلمه یک تا عکس آورده شده است که این هم به شما کمک میکند که کلمه ها رو خوبتر از خود کنید. و برای هر یک کلمه حصه های نطقش آورده شده است. مثلا کلمه breakfast نهاری، حصه نطق noun اسم و بعد حصه نطق آمدن معنای کلمه آورده شده است. Breakfast is the morning meal. Breakfast is the morning meal. و بعد از این یک جمله با همین کلمه اومده است. I ate eggs for breakfast. I ate eggs for breakfast. و هر یک کلمه همون 600 کلمه که گفتیم در این کتاب است با چنین طرز اومدن. به صفحه دیگر میگذارید. در صفحه دیگر کتاب با همون 20 کلمه که از یاد کرده ایم مشق ها آورده شده است. مشق ها به مانند پر کردن جمله ها با همون کلمه از یاد کرده اتون، یا اینکه موافقه کردن، یا اینکه اسکن ورد ها رو پر کردن. البته همه این مشق ها با همون 20 کلمه که شما در صفحه گذشته از یاد کردید. وقتی به صفحه دیگر میگذارید یک موضوع است، یک حکایه که در این حکایه همون 20 کلمه از یاد کرده اید و در مشق ها کار کرده اید آورده شده است. یعنی 30 باب این کتاب هر یک تایش دارای 20 کلمه با عکس ها، با معناها، با یک تای جمله، با مشق ها، با موضوع ها و سوال ها آمدند. و اینچنین نگفته نماند که هر یک کتاب دارای دیسک می باشد. در این دیسک ها هر یک کلمه های این کتاب آمدند با عکس ها، هر یک موضوع ها آمدند. همه این رو خودی صاحب زبانان آواز دادند. در این صورت شما هم تلفظی خود رو بهتر میکنید و هم گوشکنیتان رو بهتر میکنید. خب انا برای همین من انتخاب کردم خودی همین کتاب رو در حالی که شاگردان همه این کلمه ها رو از خود کردند. سلامت و سربلند باشید.